شهدای عزیز ثابت کردند که با نثار جان خودشون از امنیت مرزهای جمهوری اسلامی را دفاع میکنن. همه آمادگی و توان در رزمی نیروهای مسلح ما، ارتش ما، مرزبانی ما، دوستان ما در سپاه پاسداران و این جمع شده است از مرزهای استان به خوبی دفاع بکنن و با ایثارگری و فداکاری و گذشتن از خون خودشون مطمئن باشد مردم عزیز ما که از این امنیتی که ایجاد شده حراست و پاسداری خواهند کرد. اگر ما امروز یک فرزندی را از دست دادیم، ولی مطمئن باشند که مرزهای ما یک مرزهای امن و جای نگرانی نیست، هیچ تهدیدی هم در مرزها متصور نیست، ولی در هر صورت وظیفه ما هست که از مرزها پاسداری بکنیم در کنار مرزبانان بسیار خوب و عزیز جمهوری اسلامی ایران. و ما افتخار میکنیم به ارتشمون، به نیروهای مسلحمون که با آمادگی کامل هستند و دفاع میکنند مرزهای کشور و تا آخرین قطره خون ما ایستادیم.